چالش رنگ کردن موی طبیعی قسمت اول. اینا رو هیچ کس تا حالا بهت نگفته. اگر رنگ‌های خیلی عالی خریدی و دوست داری توی خونه یک رنگ خیلی قشنگ و طبیعی داشته باشی، این نکته ها رو رعایت کن. ما 3 تا مو داریم: موی کوتاه، موی متوسط و موی بلند. قسمتی که تازه از پوست رویش پیدا کرده مثل نوزاد میمونه و بهش ریشه میگیم. قسمتی که میان مو هست و ساق میانی هست جوان هست و قوی تره. انتهای مو هم تو که میبینین چون مدت ها از بلند شدنش گذشته بهش پیر میگیم. پس بنابراین برای رنگ کردن موهای بلند اول قسمت قوی مو که جوان هست رو رنگ میکنیم، 20 دقیقه مکس. پیر که انتهای مو هست و در انتها ریشه رو رنگ میکنیم. ولی در موهای متوسط چون کوتاه‌تر هست، قسمت دوم که خط کشیده شده قسمت جوان مو رو رنگ میکنیم، 20 دقیقه مکس میکنیم، بعد ریشه رو میزنیم. در مو سعی میکنیم که اون 1 سانت ریشه رو رنگ نکنیم. وقتی که ساق رنگ شد در انتها رنگش کنیم که خود رنگ کردن هم یک پروسه داره که در آیتم بعدی انشالله بهتون توضیح میدم. اگر این آیتم آموزشی مورد پسندتون واقع شد، برای دوستانتون هم بفرستید که یک رنگ طبیعی و قشنگ داشته باشن و قسمت وسط مو که جوان هست مثل یک کمربند تیره باقی نمونه.